سلام. در ایران افشای مزد کاری بعضی از مقامات بلندپایه جنجال را برانگیخت. مطبوعات نزدیک به محافظه‌کاران که در ایران در انتخابات گذشته پارلمانی شکست خوردند نوشتند که مدیر اجرایی یک شرکت بیمه هر ماه معادل $30,000 مزد میگیرد و حقوق ماهانه منیجر یک بانک دولتی بیشتر از $50,000 است، در حالی که حقوق کارمندان پایانی اداره‌های دولتی بسیار کم است. و برای صحبت درباره این ماجرا که به آبروی حکومت حسن روحانی رئیس جمهوری اصلاح طلبی ایران لطمه زده است، گلناز اسفندیاری همکارم از مرکز خبری رادیو آزادی رو به استودیو دعوت کردیم. گلناز، به برنامه ما خوش آمدی. و اول میگفتی که واکنش مردم به این گزارشات چی بود؟ واکنش اول مردم این بوده که با تعجب متعجب شدن از این عددهای سرسام‌آوری که منتشر شده. این فیش‌های حقوقی اول در فضای مجازی منتشر شد، بعد رسانه‌های محافظه‌کار اونها رو منتشر کردن. حدود 2 ماهه که این مسئله اصلی مطبوعات ایران، مسئله اصلی مورد بحث و به یک جنجال تبدیل شده. مردم خب متعجب بودن که چطور یک مدیر دولتی همونطوری که گفتین حدود $50,000 در یک ماه دریافت کرده، در صورتی که یک کارگر معمولی مثلا حقوقش حدود بگم $300 یا $400. یعنی این مدیران دولتی بعضا 10 برابر مردم عادی پول میگرفتن یا میگیرن هنوز. یه مقدارم خب باعث ناراحتی و خشم مردم شده. خیلی ها در شبکه‌های اجتماعی انتقاد کردن از این جریان و برخی هم فیش‌های حقوقی خودشون رو منتشر کردن برای اینکه شفافیت ایجاد بشه و یه مقایسه صورت بگیره با فیش‌های حقوقی مدیران دولتی و مردم عادی. بعضی ها نشر گزارش درباره حقوق بلند کارمندان نهادهای دولتی را حمله سیاسی به حکومت حسن روحانی خواندند. خودت که موضوع را تحقیق کردی، در این باره چی میگی؟ دقیقاً همینطوره. رسانه‌های طرفدار دولت و اصولاً طرفداران دولت حسن روحانی میگن که این فیش‌های حقوقی با انگیزه سیاسی منتشر میشه و هدفش اینه که ایران در سال دیگه انتخابات ریاست جمهوری برگزار میکنه و اینی که میخوان باعث بشن که به حسن روحانی ضربه وارد بشه و مردم به او رأی ندن و او فقط در همین 4 سال در قدرت بمونه و دوباره انتخاب نشه. آقای روحانی و خود آقای روحانی و بقیه طرفدارانش، کسانی که از دولت گفتن که این انگیزش سیاسیه و تا حدی این رو ربط دادن به گفتن که این میراث دولت‌های قبلی به خصوص دولت محمود احمدی نژاد هست. یعنی این بحث هستش، ولی در این حال خیلی هم خواستار شفافیت بیشتر شدن. خیلی از حملات علیه آقای روحانی از نشریه کیهان میاد. کیهان میدونه یکی از تندروترین روزنامه‌های ایران هست و کیهان خواسته که از دولت روحانی که فیش‌های حقوقی مدیران خودش هم منتشر کنه. و عمل کردی مقامات چی بود؟ اونها تعیین این گونه حقوق بلند رو چگونه شرح دادن و چی گفتن در پاسخ به این انتقاد؟ تا کنون یکی از مدیر اصلی شرکت بیمه ایران استعفا داد بعد از اینکه فیش‌های بانکی 3 تن از مدیران بیمه منتشر شد که اونها مجموعاً 180 میلیون تومان دریافت کرده بودن. یک نفر دیگه گفته میشه که بر اساس گزارش مطبوعات ایران که به زندان حتی محکوم شده، یک مدیر دولتی برای اینکه مخالفت کرده و نمیخواد توضیح بده در مورد حقوقی که داشته و اسناد و مدارک ارائه بده. دولت روحانی گفته که این مسئله رو پیگیری میکنه و معاون اول دولت روحانی آقای اسحاق جهانگیری روز گذشته گفتش که برخورد میشه با کسایی که به اصطلاح حقوقای نامتعارف دریافت کردن و اینکه این پولهایی که به صورت ناحق به مردم داده شده به خزانه برگردونده میشه. تشکر. همکارم گلناز اسفندیاری از مرکز خبری رادیو آزادی با ما صحبت میکرد. تشکر گلناز. متشکرم از شما.